درست کردن پنل خورشیدی با CD. برای روشن کردن یک لامپ 100 آتی با محکم کردن یک CD بلوری شروع کنید. سپس با استفاده از مته 2 سوراخ در بالای آن ایجاد کنید. یک رول سیم سی بردارید. آن را از سوراخ‌ها عبور دهید و تا مرکز CD امتداد دهید. سیم مسی را دور CD به صورت حلقه‌هایی نه خیلی محکم درست مثل این بپیچید. در نهایت انتهای سیم را از سوراخ دوم رد کنید. حالا آن را زیر نور خورشید با استفاده از ولتمتر آزمایش کنید و شگفت زده خواهید شد. 7 ولت برق تولید می‌کند. در این مرحله یک CD زیر نور مستقیم خورشید برای روشن کردن یک پنکه کوچک کافی است. در مرحله بعد این فرایند را برای CD های باقی مانده تکرار کنید و آنها را با سیم قرمز بپیچید و به طور مساوی روی یک تخته چوبی قرار دهید. برای اتصال سیم های مسی CD های مجاور از نمودار مدار پیروی کنید. 2 سوراخ در یک انتهای تخته چوبی ایجاد کنید. سیم های برق را وارد کنید و آنها را به سیم های مسی وصل کنید. سپس مقدار زیادی رزین اپوکسی روی CD ها بریزید و آنها را کاملا در آب فرو ببرید. پس از خشک شدن رزین گاز را بردارید و CD ها به یک پنل شفاف جامد تبدیل می شوند. ولتاژ را دوباره آزمایش کنید. 220 ولت آن را روی یک پایه سفارشی نصب کنید. آن را بالا ببرید و به برق تبدیل کنید.